میخواهی که از عذاب دوزخ خلاص شوید، کوشش کنید رفیقاتان دیگر بابایشان ما همسنفان داریم که در یک صنف میخوانیم اما بعضش نماز نمیخوانند. آیا ما با اونها دوستی کنیم؟ البته ضرر ندارد، نماز هم که نخوانند شما با اونها رفیقیتان کنید، دوستیتان کنید، لیکن به شرطی که اونها رو ملایم نصیحت کنید. زیرا دوست همون دوست است که دوست از راه بد میگرداند. دوست همون دوست است که چیزی که برای خودش دوست می‌دارد برای دوستش هم اون رو دوست می‌دارد. مثلا شما می‌خواهید که از عذاب دوزخ خلاص شوید، کوشش کنید رفیقاتان هم از این خلاص کنید با نصیحت کردن. خوب یک بار دو بار گفتی نگرفت، قهری نشو، ادامه دادن گیره دوستیتانه، جورگیتانه ملایم. لیکن اگر رفت و دوستی باشد که شما را به راه بد دعوت میکردگی باشد، به پیراز کشی، به نشه کشی، به ناز کشی دعوت میکردگی باشد یا به زنک بازی، از اینها دوستی رو بریتان.